سلام دوستای گلم، من سحرم. امروز اومدیم با یه آموزش جدید دیگه. برای تمرین روی لاتکس اول احتیاج داریم به این که چطوری این سوزن تمرینی رو داخل این بدونیم که وسایل مورد نیازش یه قلم میکروبلیدینگ، لاتکس گچی یا معمولی، سوزن بلید، تشتک رنگ یا بهش انگشتی رنگ هم میگن. از قسمت بالا قلم رو میچرخونیم. وقتی که چرخوندیم این باز میشه و سوزن بلید رو به این صورت داخلش میذاریم. باید نوک تیز سوزن به سمت بیرون باشه، نگاه کنید، و 1 سانت سوزن بیرون باشه، 1 سانت این به بیرون باشه. 45 درجه قرار میگیره و این رو میچرخونیم، به صورت کج هم میذاریم به این شکل. مطمئن میشیم که صفر شده کامل و سوزن دیگه تکونی نمیخوام. بدونم که قلم رو چطوری باید به هم میچسبونم و قلم رو میذارم روی بند اول انگشتام. انگشتام رو جمع میکنم، این دوتا انگشت رو بند اول انگشتا جمع باشه، به هم بچسبه. انگشت شست رو روی قسمت زبر قلمم میذارم. قلم باید خیلی روون حرکت کنه. حالا چیزی که اشتباهه این که قلم رو مثل مداد دستت بگیری به این شکل، این اشتباهه. قلم باید بین این دوتا انگشت رو بند اولش و شست بیاد روی قسمت زبر قلم و به این شکل بچرخه. ما تو کشیدن خطوط با موج کار نمی کنیم، فقط با همین 3 تا انگشت هست. خطوط استروک ایجاد کنن رو داخل رنگ میزنیم، فقط باید سر بلید رنگی باشه. کل سوزن رو داخل رنگ نمیزنیم، داخل تشتک هم نمیزنیم که کند نشه. سوزن رو جوری فقط سر سوزن باید رنگی بشه. ببینید به این شکل. این ابزار تشتک یا انگشتی رنگ میگن. رنگ رو داخلش میریزیم، لن روی شست قرار میدن به این شکل. سمت بالا باید باشه که رنگ سرازیر نشه. راست دست هستین، توی دست مقابل این رو میگیریم و به حواستون باشه که به سمت بالا باشه و رنگ نریزه ازش. سوزنتون رو داخل تشتک رنگ میزنیم به این شکل که کل عرض سوزن رنگی میشه و بین این دوتا انگشت باشه. انگشت شست رو میذاریم روش، خیلی آروم و روونه، خیلی سفت نمیگیریم به این شکل که این رو میذاریم. عرض سوزن کلا باید روی لاتکس باشه و میریم و با اون 3 تا انگشت میچرخونیم. خطوط ظریف و تمیزی اینطوری در میاد. خیلی مهمه که انقدر استاندارد قلم رو توی دستتون بگیرین سر نخوره و گیر نکنه. اگه فقط با نوک قلم کار کنین به لاتکستون گیر میکنه و لاتکستون رو از پشت پاره میکنه. پس فشار زیاد هم نمیدین. مهمه که قلم رو خیلی روون حرکت بدین. مثلا یه بار دیگه بکشم، ببینید عرض سوزن روی لاتکس خیلی روون بین این 3 تا انگشت میچرخه. خب اگه این ویدیو برات مفید بود لایک و سابسکرایب یادت نره.